السلام علیکم و رحمت الله. یکدیگر را بخشیدن پیش از ماه شریف رمضان یکی از علامت‌های کمال ایمان می باشد. شاید روز عصبانی با شما صحبت کرده باشم و یا غیبت کرده باشم و یا سخنی ناحق گفته باشم. از شما امید دارم که مرا می بخشید، چون که الله بخشنده ها را دوست می دارد. یک چند فضیلت ها و خصوصیت های ماه شریف رمضان. یکم، در این ماه درهای جنت باز کرده می شود و درهای دوزخ بسته می شود و شیطان ها زنجیربند کرده می شوند. دوم، ماه رمضان و روزه آن کفارت گناه می شود. سیوم، عمره کردن در رمضان به حج کردن برابر است، یعنی در اجر و ثواب، نه اینکه به جای حج کفایه می کند. چهارم، در این ماه قرآن کریم نازل شده است. پنجم، در این ماه شب است به نام لیلة القدر که عبادت کردن در آن بهتر از 1000 ماهینه عبادت در دیگر شب‌هایی که در آن شب قدر وجود ندارد. ششم، در این ماه نماز وجود دارد به نام تراویح که هر شب بعد نماز خفتن برپا کرده می شود. هفتم، در این ماه عبادت هست به نام اعتکاف که در دهه آخری رمضان آن را برپا کرده می شود. هشتم، در این ماه خیرات و صدقات و قرائت قرآن اجر و ثواب زیاد دارد.